اومدم یه ویدیو بگیرم 2 دقیقه باهاتون در دل کنم کله این افتاد رو زمین پیداش نمیکنه. اینا آقا دیدید یه وقتایی یه چیزی میبینید از یه کسی که اصلا توقعشو ندارید بعد نمیدونید چی کار کنید. من الان یه همچین اتفاقی افتاده ولی نمیدونم اصلا حق با منه، نمیتونم هم تعریف کنم. خواهی تو سر بگو اصلا چیزی که نمیتونی تعریف کنی برای چی میگی. الان موندم کلن بروش بیارم نیارم، اصلا به من ربطی داره نداره نمیدونم. کلا توقع فکر میکنم چیز بدی، از هیچ کسی هیچ توقعی نباید داشت به نظرم. اینقدر شده مثلا به یکی خوبی کردیم یهو دیدی مثلا طرف رفته با اون کسی که همه جوره پدرت رو در آورده اینجوری جینگ رفیق جینگ نمیدونم مثلا هم روتین پوستی رو به ولش کن گوره بدارن هرچی آدمه این مدلیه. دیدی تونر زدم حسابم ندارم آبرسان میزنم. توقع هیچ کاری برای هیچکی نکن به قرآن. انقدر من شده اینجوری گذاشتن کف دستم قشنگ جواب خوبیامو هیچ کاری واسه هیچکی نکنید که بعدا هم اگه حالا هر حرکتی کرد بگی خب من که کاری براش نکردم جهنم که رفت، حالا مثلا با دشمن منم جیجی باجی شد به من چه؟ اگه من چیکار کردم برای این برای فرد باز میشه ناموزینه دیگه. چه مرضیه چه کاری خب نکن. کی گفت بکنی؟ والا از چه آدم باید کسی توقع داشته؟ کی گفت به یکی مثلا یه قدمی براش برداری که بعداً توقع داشته باشی؟ پس نگو. الان من نباید بگم مثلا دوستی کردم معامله کردم. والا نکن بهتم فشار نیار. حوصله داری اعصاب میمونه که دیگه نگونه جواد خواجوی زدم آبرسان. آره دیگه اینجا آره خیلی کوتاه مختصر مفید. خیلی نمیخوام آب و تابش بدم مثلا حالا دو تا چیزی که بزنم اینو بزنم اونو بزنم بلکن بابا حوصله خلص و تمت. این تونه رو آبرسان دورتش اسپری باب خیلی هم زیادیه. بره پوستم دو روزی دوره که نماز شکر بخونه من صاحبش شدم. خیلی همینم نمیزنم مثلا با آرایش میخوام.